सांसें मेरी सांसें नहीं तेरे लिए बानी बातें मेरी बातें नहीं तेरे लिए बानी राहत सी दे दूं तुझे दिल कहे आदत सी मना लूं तुझे दिल कहे من ناراحت نشدم. اگه خواستی یه بار دیگه هم بزن. ببخشید. اگه خجالت میکشی من بزنم. هی وایسا هی شما وایسا کجا میری؟ بیا اینجا کارت دارم. صبر کن. شماره بده دیگه. ببین دنبال من نیافتین وگرنه تو بعد درد سری می‌خورم. چیکار کنی؟ نشون بده ببینم. بلایی به سرشون بیارین تا بفهمن اگه بی اجازه قدم تو ملک شخصی کسی بذارن چی انتظارشونو میکشه. گوشی و قد نکن. میخوام تک تک فریاداشونو بشنوم چطور جرأت کردن به پانکتی دست بزنن. خواهش میکنم بس کنی. دیگه نزنینشون مامان. بذار کارشونو بکنن. باید بفهمن صدای دست زدن به تو چیه. نه مامان راستی میمیرم. بگو بیلشون کنن. تو رو خدا ولم کن. آقا ولم کن. تو رو خدا بس کنی. شماره میخواستی؟ غلط کردم. خدا داره ولم میگه کن. بس کنم. خواهش میکنم. تو رو خدا ولم کن. عجب لذتی داشت. کیف کرد. برای یه لحظه حس کردم به دست آوردن چقدر آسونه، ولی لحظه بعدش فهمیدم چه خیال باطلی بود. دوشیزه پانکتی. یکی به پلیس زنگ بزنه، یکی آمبولانس خبر کنه. چقدر بیچاره ها رو کتک زدن. آخه برای چی؟ چی کار کرده بودن؟ نگاه چطور آشولا شدن. ببین
نترس، من میخوام بهت کمک کنم. فقط میدونی اون دختر کی بود؟ پانتی شرما. برای چی بادیگارد داشت ها؟ من چه میدونم؟ اصلا نمیخوام بدونم. ببینم کسی میدونه اون دختر کی بود؟ پانتی شرما. جوون داری بعضی این دوتا رو میبینی کنجکاوی میکنی؟ مگه جون سیر شدی پسر؟ یکی بیاد اینا رو بلند کنه. دستتو بده بینم. تو کی هستی؟ از کجا پیدات کنم؟ پانتی شرما. اسم پانکتی از کجا اومد؟ قربان، یکی از اون پسرایی که تو دعوا بودن راجع به پانکتی شرما سوال کردن. برای همین فیلم دوربین مداربسته فروشگاه براتون ایمیل زدم تا خودتون ببینید میشناسینش یا نه. فقط یادت باشه اگه اسم پانکتی رو جایی ببری مطمئن باش اسم خودتو تو لیست افسری تعلیقی پیدا میکنی. شک نکن. قربان ولی یعنی اون کیه که راز جیدی رو میدونه؟ الو خانم تو تماس گرفتن، گفتن زود بیان خونه. به خاطر دل منم که شده. نه نگو، خواهش میکنم. ولی خواهر جون نمیتونم اینطوری پولای شوهرتو. محض اطلاع شما این ثروت فقط مال جیدی نیست، مال منم هست. خودت که میدونی جیدی فقط کمپانی گسترش داده ولی سرمایه اصلی و من بهش دادم. همش پولی بود که از پدر به ارث بردم. میدونم. به هر حال نه دیگه، خواهشن ادامه نده، برش دار. باشه. همین خوبه. میخوای برات یه میکروسکوپم بخرم؟ چرا؟ آخه بدون میکروسکوپ نمیبینی چی خریدی. اینو بردار، عالیه، خیلی عالیه. خانم چی کار میکنید؟ ذکر خیر شما بود. یه ضرب المثل هست که میگه تا موی طرف آتیش بزنی ظاهر میشه. مصداق شماست. بذار اینا اینجا بمونه، خودم بقیه رو میفرستم مغازه. بفرمایید آب قربان. شما هم میل دارین؟ آهان کجاست؟ بله. تو عاشقی. آهان دوباره خوانندگی شروع کرده. راستش چند تا عکساز دیگه هم کارشو پسندیدن. به به، چه اعتماد به نفسی. خوشانتم که هست. بگو ببینم چه خبر. یه آهنگ جدید ساختم خانمو، در تلاشم تا بتونم بفروشمش. میخوای بفروشیش؟ خودت کمپانی موسیقی داری. جیدی یه کمکی میکنی؟ نه، اگه الان به آهان کمک کنیم اعتماد به نفسشو از دست میده. معلومه که نه. من میخوام به دنیا ثابت کنم استعدادی مثل آهان احتیاج به کمک هیچ احد و ناسی نداره. بالعکس شاید یه روزی ما باشیم که به کمک آهان نیاز پیدا کنیم، مگه نه؟ راستی الهام بخش این آهنگ هم همون دختر است؟ دختر؟ درباره کدوم دختر حرف میزنی داداش؟ اصلا این آهنگ در مورد کیه؟ بد نیست یه وقتایی هم با من درد دل کنی پسرم. مناف سعی کن بفهمی. گوش کن، تو دیگه
در رده سنی میان سالی قرار داری برادر من. و آهان با من خیلی احساس راحتی میکنه، برای اینکه ما متعلق به یه نسل هستیم. مگه نه؟ ما دوتا خونمون گرمه. سرد شد دیگه. غذا رو گفتم. داشتم میگفتم غذا داره سرد میشه. تا شما دست و روتون رو بشورین برم بگم غذا رو گرم کنه. موافق باشی. غذا رو باید سر وقت خورد. بله. برای سلامتی بهتره. خب آهان تو هم بیا بریم غذا بخوریم. نه مامان، اول بذار یه چیزی بگم. فرصتی استثنایی برای زندگی در اروپای ترکیه. ازمیر، تریاندا. اخذ اقامت، افتتاح حساب بانکی و پاسپورت کشور ترکیه با هوملند. این چه وضعیه؟ چرا اینقدر اتاق به هم ریخته است؟ مامان اسم اون دختره که پیشگویی کرده بودی دوشیزه پانتی شرماست. چی؟ دوشیزه؟ عالیه آهان، پس مشکلت حل شد. نه مامان هنوز کلی مشکل داره. منظورت چی؟ منظورم اینه که دختره بادیگارد داره. عجیب نیست؟ خب اینجاش به دختره مربوطه آهان. مامان 2 تا پسر داشتن پانتی رو اذیت میکردن. اذیتش میکردن؟ اون وقت تو به خدمتشون نرسیدی؟ کدومشون رو میزدم مامان؟ دیگه چیزی ازشون نمونده بود. بادیگارداش حسابی کتکشون زدن. خوب کاری کردن. سزای کسایی که دختر رو اذیت میکنن همینه دیگه. شما درست میگین مامان، ولی اینا یه خورده زیادی خشن بودن. اول اینا بگو مامان چجور دختریه که میتونه بادیگارد داشته باشه؟ دخترای معمولی که ندارن. آهان راستش من اصلا سر در نمیارم. با این حرفا چیا میخوای ثابت کنی؟ آهان یه چیز دیگه. تو داری چه آهنگی میسازی که برای الهام گرفتن کتاب طراحی داخلی باید بخونی؟ واو این چیه؟ اینو چرا خریدی؟ اینا مال من نیستن. آها حواست کجاست؟ یه چیزی بگو. پیدا شد. دیگه چی شده؟ یه نشونه دیگه که من و پانتی شرما یه جورایی به هم مرتبطیم مامان. آهان چی داری میگی؟ درست حرف بزن منم بفهم. این خریدا همش مال اونه. ساکمون با هم اشتباه شده. حالا چطوری میخوای آهنگتو بنویسی؟ چون کتاب مورد علاقه حتما پیش اون جا مونده. از اینا الهام میگیرم. آها فقط خواهش میکنم نگو که با این آویز میخوای آهنگ درباره جریان هوا بسازی. نه مامان این یه آویز معمولی نیست. این آویز مال پانکتیه. حالا ببین چجوری باهاش شعر مینویسم. چی شد؟ آهان گوش کن. آهان چی کار داری میکنی؟ کجا داری میری؟ زود میام مامان نگران نباش. گوش بده عزیزم. منم اگه بخوام واسه آزادیم تلاش کنم همچین بلایی سرم میاد. شایدم سر بقیه این بلا میاد. چی کار کنم اینقدر تصویرش رو جلوی چشمم نبینم؟ چی کار کنم؟ کتاب خوندن تنها کاریه که باعث میشه همه چی رو فراموش کنم. البته جمع کردن کتابام به هیچ دردی نمیخوره. وقتی میدونم تمام رویاهایی که با خوندنشون میبافم قراره تو خود کتابا محبوس بمونن.
این کتاب مال کیه؟ دلش واسه رویاهاش سوخت. یاد گرفته بود به قصه هاش بخنده. به آینه نگاه میکرد و با خودش حرف میزد. داری این همه پول در میاری، خرج کن، کفش بخر، لباس بخر. آخه مشکل چیه؟ تو چی میخوای؟ امید؟ تو 4 دیواری که محبوس شده بود برای خوشحال کردن خودش دنبال بهونه میگشت. آقای دکتر، تو شب باید حالش بهتر بشه. من وقت زیادی ندارم. باشه، من الان یه آمپول بهش تزریق میکنم. فقط یه آمپول؟ با یه آمپول که چیزی درست نمیشه. اگه لازمه 3-4 تا بزنیم، اصلا 10 تا بزنیم، ولی خوبش کنیم. چطور میتونست به پرواز فکر کنه؟ اما طبیعت دشت به اون پرواز کردن یاد دادن. تو ماها بالشوار سوهانایی در وجودش رشد کرد که خیلی وقت بود گم شده بود. وقتی اون روز سوهانا از نقطه اکو اسم خودش رو فریاد زد، انعکاس صدای خودش رو از کوه شنید. نه یک بار بلکه چندین بار، بارها و بارها اسم خودش رو فریاد کشید و هر بار یه معنی جدید از اسمش یاد گرفت. چیزی که سوهان فراموش کرده. پانگتی، پانگتی، پانگتی. मिलना चाहूं कैसे मैं तुझको तेरा दा 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 शे तेरे लबों पे हंसी मैं लाऊं जख्मों को तेरे मैं अपना बनाऊं चाहत मेरी तू रहना खुश सदा मांगू मैं रब से यही दुआ राहत सी दे दूं तुझे दिल कहे आदत सी बना लूं तुझे दिल कहे ढूंढे दिल तुझे कितनी मर्तबा ढूंढे दिल तुझे कितनी मर्तबा हर दफा हर दफा हर दफा हर दफा हर दफा دوشیز پانگتی
आंखें तेरी रूठी रूठी क्यों लगे, चेहरा तेरा रूखा रूखा क्यों लगे, आंखें तेरी रूठी रूठी क्यों लगे, चेहरा तेरा रूखा रूखा क्यों लगे, राहत सी दे दूं तुझे दिल कहे, आदत सी बना लूं तुझे दिल कहे. آنیتا داره زنگ میزنه. عزیزم عشقم چی کار میکنی؟ مواظب باش دارم لاک میزنم. ببخشید اصلا متوجه نشدم. میخوای برات بزنم؟ نه لازم نیست. هر چی تو بگی. جیدی چقدر صدای آهن قشنگه نه؟ آره قشنگه. پس چرا یه فرصت بهش نمیدی؟ راستشو بخوای من عمدن بهش فرصت نمیدم، چون چیزی که آسون به دست بیاد به همون راحتی هم از دست میره. خودت که دیدی دفعه قبل چی شد. من میخوام آهان یکم بالغ بشه، بتونه عصبانیتشو کنترل کنه، چون خودم براش نقشه ها دارم. تو خیلی به فکر آهنی، خیلی به آینده آهن اهمیت میدی. تو که میدونی من دوست دارم از همه مراقبت کنم، مخصوصا از تو. اگه مراقبمی خب پس یه لیوان آب بهم میدی؟ حتما، اصلا نیاز به پرسیدن نبود. خب زودتر میگفتی. بفرمایید بانو. ممنونم. خواهش میکنم. ممنون. مراقب من که هستی، ولی این روزا نمیدونم کجا میری یا با کی حرف میزنی. پیش من که نیستی، این ور اون ور میچرخی. متوجه رفتارت هستم، یا ساعتتو چک میکنی یا موبایلتو. ببینم به من که خیانت نمی کنی. عزیزم مگه میتونم؟ مگه من میتونم تا وقتی کسی مثل تو رو دارم به یه دختر دیگه‌ای نگاهی بندازم؟ البته این قضیه جداست که کلی دختر همیشه دنبالم هستن، اما من به هیچ کدومشون اجازه نمیدم که به من نزدیک بشن. اصلا به جان هر کی که بگی حاضرم قسم بخورم. احتیاجی به قسم خوردن نیست. من بهت اعتماد دارم و میدونم که فقط مال منی. فقط دوست دارم که همیشه همینطور راحت با هم حرف بزنیم و تمام روزا همینجوری با هم صحبت کنیم. منم همینو میخوام، ولی امروز نه. چرا؟ یکی از مشتریای شرکت اومده، از لندن رسیده، فقط قراره یه روز اینجا بمونه. زود میبینمش و برمیگردم، بهت قول میدم. تو جایی نمیری. عزیزم سعی کن درک کنی، اگه نرم کلی ضرر میکنم. این منم که ضرر میکنم. البته اگه ترکم کنی و بری. ببین این لحظه چقدر قشنگه. امروز باید پیش من بمونی، پس همین که گفتم.
حالا که انقدر دلت میخواد پیشت بمونم، منم حرف تو زمین نمیندازم. عاشقتم جیدی. منم عاشقت، فقط عاشقت. قربان، یکی از اون پسرایی که تو دعوا بودن راجع به پانکتی شرما سوال کرد. برای همین فیلم مداربسته فروشگاه براتون ایمیل کردم تا خودتون ببینید اون پسر رو میشناسین یا نه. چرا آقای جیان تلفنشو جواب نمیده؟ پانکتی! پانکتی! آقای جیان شما پانکتی کجاست؟ همینجاست. برو. خیلی گشت و گذار دوست داری. آره چی شده بود؟ چه لزومی داشت با اون همه داد و فریاد مردم رو دور خودت جمع کنی؟ من دارم ازت سوال میپرسم پانکتی، حرف بزن. من خیلی ترسیده بودم، اون همه کتککاری و دعوا. شما که خودتون خوب میدونی من چقدر میترسم. کسی که با ملک شخصی من مثل اموال عمومی برخورد کنه همین بلا سرش میاد. اگه کسی به غذای تو بشقاب من ناخنک بزنه تحمل نمی کنم. یادت باشه پانکتی، رو اسم تو فقط مهر جیدی خوده. هر کی نزدیکت بشه کارش تمومه. نزدیک بود اون پسره بمیره، آخه بی گناه. خب به درک بمیره. برای اونم پیغام فرستادم، همونی که چند وقت دنبالته. کی دنبال من افتاده ها؟ یعنی تو نمیدونی؟ چیو؟ با اینکه بعضی وقتا جوابای وارونه به هم میدی، ولی خب هنوز آدم. آقای جیان چی شده؟ کسی دنبال پانکتی را افتاده؟ پسرای این دور زمانه تا یه دختر خوشگل میبینن میافتن دنبالش. پس من این همه چک برای چی صادر میکنم؟ یادت باشه که روی چکای سفید پانکتی فقط اسم جایانت نوشته شده. اگه کسی چشمش دنبال پانکتی باشه دیگه از چک خبری نیست. فهمیدی یا نه؟ بس کن، آهنگو قطع کن. اینجا چه خبره آخه؟ من اصلا نمیفهمم، تو بگو ببینم. کلن میتونی بفهمی من چی ازت میخوام یا نه؟ نمیفهمی؟ قربان کوک آهنگ درست بود این دفعه. شعرش خرابه، یک کلمه بالا یک کلمه پایین، چپ راست. اینا چیه؟ غذای چینی درست کردی؟ دیگه نمیدونم چطوری حالت کنم. این آهنگ مال این دور زمان است، باید با تماشاچی ارتباط برقرار کنه. اول اینو یاد. قربان هر آهنگی که نباید 6 و 8 باشه. من با این آهنگ میخوام درد و غم و تنهایی یه سری آدمو تسکین بدم. چی؟ درد؟
ببین من حوصله درد و غم ندارم. دنیا به اندازه کافی درد داره. برو اول متن شعرت عوض کن. برو. متن آهنگ به هیچ وجه عوض نمیشه. از آهنگت هم به هیچ وجه ضبط نمیشه. آهنگ بی محتوا و ناقص تو ضبط کنم. از کجا این شعر بی محتوا بهت الهام شده؟ از کجا اینو برداشتی آوردی تو؟ خاموش کن دستگاه رو، ولش کن. گفتم خاموشش کن دیگه. آهان نه آهان. بی محتوا اونجاییه که میخوان موسیقی و مثل سبزی بفروشن. وای داری به من درس میدی؟ گوش کن، اگه دنبال اسمت فامیل دیانراجگیر نبود اصلا اینجا رات هم نمیدادم. حالا برو گم شو. آهان ولش کن میگم. بیا بریم. آهان بسته دیگه. اون آدمی که موسیقی رو با فرمول میسنجه نه با دلش چیزی نداره به من یاد بده. شاید آهنگساز معروفی باشی اما موسیقی درونت مرده. تو کی هستی که منو بندازی بیرون؟ من خودم میرم بیرون. قربان عذر میخوام. آقای جایان اینقدر بهش توهین کردم که منبر تو استدیو که نیست، تو همون هم جرأت نمیکنه آواز بخونه. اون کی بود؟ شما هنوز نگفتین کی دنبال من رو افتاده بود؟ هنوز فکرت مشغول اون قضیه است؟ یه نفر تو پاساژ بود که اسم تو میدونست. حالا واقعا تو که نمیدونی اون کی بوده؟ پانکی تو تک تک کلمات آهنگ منه. چطور میتونم شعر رو عوض کنم؟ به معمولا تو جملاتت پر از کلماته ولی تو کلماتت پر از جمله هست. تیکه میندازی؟ نه برادر من، دارم اطلاعات عمومی تو میبرم بالا. اگه این آهنگ یه جورایی به گوش خانم پانکتی برسه میفهمه تو براش تب ویروسی گرفتی. پیدا کردم. چیو؟ این که چطوری به خانم پانکتی بگم براش تب ویروسی گرفتم. خوب نگاه کن. کسی رو شناختی؟ آخه تو چرا انقدر ترسویی بابو؟ اگه تو اون پسره رو میشناختی که این آخرین ویدیو زندگیش میشد. خودت خوب میدونی که بعدش چه بلایی سر خودت می آورد. آفرین، از تب همگیر رسیدیم به ویدیوی همگیر. باید از من تشکر ویژه هم بکنی مگه نه؟ چرا؟ اگه ویدیو پر بازدید بشه دلیلش اونه، پس باید از اون تشکر کرد. حالا اینش زیاد مهم نیست ولی ایده خیلی خوبیه. بذاریمش تو اینترنت. آره
راهی که مستقیما به دست مردم برسه. تازه ما نباید مثل اون آهنگسازایی باشیم که به زور از یه آهنگ سبک صوفی یا آهنگ راک میسازن و کارشون خراب عذاب در میاد. اینجا فقط یه قانون وجود داره، از ته دلت بخون. اون وقتی که صدات به گوش مردم میرسه مطمئن باش. رفیق من، این آهنگ از ته دل تو نیست، از زیر زمین دلته. تازه کی میدونه، شاید این آهنگ به زیر زمین قلب خانم پانکتی هم برسه. راستی یه پیشنهاد، اگه به جای خود آهنگ محل اجرای آهنگ رو تبلیغ کنیم چی؟ آها. اینجا رو ببین. چیه ببینم اگه مردی؟ حتی مردم یه عکس العملی از خودش نشون میده. مثلا برات هدیه آوردم، یه حرکتی چیزی از خودت نشون بده. خوشت اومده؟ بدت اومده؟ خوبه، خیلی خوبه. ولی من ازش بدم میاد. باشه، خوب نیست، اصلا خوب نیست. هرچی من بگم تو همونو میگی بابو؟ آخه تو حق انتخاب دیگه ای نداری. اما امروز میخوام بهت حق انتخاب بدم که بدونی جیدی چقدر دست و دل بازه. هر چی دلت میخواد بهم بگو، هر آرزویی داری بگو، زود باش. فقط ازتون میخوام حمایت کنم از کنسرت جدیدم. اسمش هست در واژگان شعر من جمله ها نخورده. تو کنسرت من در ماهابالشوار شرکت کنید. 2 روز دیگه از همین تاریخ بعد از اتمام سمینار سراسری هند در همون محل و همون زمان برگزار میشه. عالیه. این که بعد از اون سمینار کنسرت برگزار کنی ایده من بودم. اعتبارش هم مال خودم. حالا ببین چقدر مجانی برامون تبلیغ بشه. فقط یه مشکلی هست. چی؟ آهنگم هنوز کامل نشده. ای بابا، پس دوباره باید بریم مغازه الهامگیری. اما کجا؟ شما نمیتونین برآوردش کنین. این چیه که من نمیتونم برآوردش کنم؟ بگو چیه که جیدی نمیتونه بخره؟ همه چی خریدنی و فروختنی نیست. اصلا ولش کن. ببینم تو چی میخوای؟ آزادی.